پریگل بانویی که 28 سال قبل هر دو دستش را در جریان جنگ‌های داخلی در شهر هرات از دست داده است. پریگل نه از روز جهانی همبستگی زنان جهان خبری دارد و نه هم از حقوق خودش. او 4 فرزند دختر و پسر دارد و در وضعیت سختی شب و روز زندگیش را سپری می‌کند. این بانوی هراتی می‌گوید نهادهای مدافع حقوق زنان تنها به فکر زراندوزی هستند، نه به فکر رسیدگی به مشکلات زنان. خلیل رسولی پای صحبت‌های این خانم نشسته است. بدون دست هم شدنی است. پریگل با اینکه دو دستش را در جریان جنگ‌های داخلی از دست داده، اما او زن توانایی است. کارهایی که با دست انجام می شود، حالا با این پاها اجرا می شود. پریگل با اینکه کارهای خانه را انجام می دهد، برای مخارج خانه شوهر پیرش نیز کمک می کند. داستان از دست دادن دستان این بانو داستان تلخی است. فقط 7 سال از زندگی پریگل گذشته بود که آتش جنگ در شهر هرات شعله‌ور شد و در جریان برخورد یک بمب هر دو دست خود را از دست داد. بچه کاکام بیام جه کرد که بالا سرم 2 تا کفترخون بود. گفت بچین که به کفترخونا میزنه. دیما به دستم جایده بود، فرقه میزد به بالا دیا میزد. گفت بچین که به کفترخونا میزنه. من بجستم بمراد ازی بچه برفتیم صاباتی بود، به سردر صابات کمیته بیده. تا شما بریم به صابات که می کنم این توپ به کجا میخوره. فقط ما به تا صابات بیدیم دیگه نفهمیدیم. خدا که جنون مرگ شد جا به جا شهید شد. انا من عدی دست نمیدید. پریگل سخت از روزگار شکایت دارد. او میگوید تا به حال کسی برایش روز زن را تبریکی نگفته و نمیداند که چه روزی است. این تنها بانویی نیست که در هرات با شرایط بد اقتصادی زندگی می کند، بلکه 10 زن دیگر نیز در این ولایت چنین وضعیتی دارند که نه از حقوقشان باخبرند و نه هم از روز جهانی زن چیزی می دانند. اصلا براجمه یا 100 زنان نمیشناسم، یا 100 زن هم هست، نیه به خدا اگه آگاه باشم و بفهمم نیه هست نمیشناسم. فقط نمی دفتر علم امی کمک به من بکرد که اول امی گفتن یار به من یاد داد که این هنریه دیگه، یک هنریه. دیومی هم به ما امی کمک تا وقتی که به 1.5 سال به مو دفتر بودیم امی مواد خوردنی هر چی که به کار میشد به ما کمک میکرد. امی بود دیگه، نصیب بود دیگه، به هم خوردم. نه که گفتن تا به وقتی که امی سمت باشد شما هستیم. در همین حال پریگل تنها از دولت و نهادهای حمایت از زنان گلایمند نیست. او سخت از چرخ روزگار نیز شکایت دارد که در این چند وقت با او بدی کرده است. پریگل که 4 سال پیش کار بافندگی را در یک مؤسسه یاد گرفته، دیگر بازار فروش بافتنی هایش مثل گذشته نیست. فقط امی کیفار پارسال می بافتم، دونه 400 و 500 می خریدم. امیر به سر کله به چام می شد، به خرجم حتی می شد. کمکی بود بخونه. انا این سال اصلا کسی نی بی میکنه نه هم میخره. به هر جا که میبرم دونه 1.5 مایم خود دونه 1.5 همون نخی و موری هم نمیشه دیگه. پیکنیک گاز مایه بافتنی دیگه هم ایچی. خب میگم وقتی که ببافم به من اصرفه اونا رو ببافم چیکار کنم. اینا به مطب میرم، اینا کیف مایم، اینا پریگل اکنون 4 فرزند دارد که 3 دختر و 1 پسر است. او تمام کارهای خانه را با استفاده از پاهایش انجام میدهد. خانه‌ای که همکنون پریگل زندگی می کند کرایه است و در هر ماه باید 4000 افغانی به صاحب خانه بپردازد. شوهرش هم که حال خوشی ندارد سخت از پس مصارف زندگی برمی آید. ما یک شوق گلی دارم داخل می سرای چند سرای که می خوگلوین را جمع میکنم. اونا هم چیزی نمیگه هفته 500 400 میشه نمیشه، نه پول برق میشه، نه پول او میشه، نه پول خرجی میشه. همین تو مشالفت گرفتار خدای. مشکلات زندگی زیاد داریم، کیف رخ مکتب به اینا ضرورت داریم. پدر مادرم که قریبم مجبوریم که زندگی خور پیش بریم. کیف ندارم، کتابچه ندارم، قلم ندارم، کوش ندارم، پولم سرسو بریم نمیدم، پول نیه. پریگل تنها زنی نیست که نه از روز جهانی زن خبر دارد و نه هم از حقوقش، بلکه زنان زیادی در هرات هستند که با مشکلات اقتصادی جدی روبرو هستند و نهادهای حمایت از زنان هم تا به حال حتی بازدید هم از وضع این بانوان نداشتند.